سلام دوستان، به یک ولاگ پرهیجان دیگه خوش اومدید. من امروز میخوام باهاتون صحبت کنم در مورد شرایط زندگی تو انگلیس، در مورد آب و هواش، در مورد کار کردنش و میبرمتون یه جای پر جمعیت و اولین شاپینگ سنتر بزرگ توی منچستر و ممکنه خیلی اتفاقای متفاوت تو این ویدیو بیفته. خلاصه یه ویدیو داریم با اتفاقای جور با جور و چیزهای هیجان انگیز. بریم با هم دیگه ببینیم. دوستان، مهم نیست که کجا هستیم، جهان اول، کشور جهان اول یا کشور جهان دوم، ولی ممکنه هر جا که باشی ببینید گوشه آسانسور یکی از چیزشو خورده و انداخته گوشه آسانسور. آدمای بی فرهنگ همه جا وجود دارن. کشور جهان اول و دوم و سوم هم نداره. بچه‌ها، آب و هوای کشور انگلیس خیلی مسخره است. ما فصل گرما خیلی اینجا کم داریم. یعنی باورتون میشه دیروز ما داشتیم از گرما میپختیم، الان ببین چه بادی میاد. آب و هواش خیلی مسخره است. اگر که همیشه عادت داری که توی جای گرم باشی و به بارون شدید و هر روز بارونی و اینطور آب و هوا عادت نداری، کشور انگلیس رو انتخاب نکن. اینجا کلن با چیزای خیلی عجیب و غریبی مواجه میشه. خب من هر روز یک شنبه با یه خانومی که نش اطراف خونه من هست با هم دیگه دوست هستیم و معاشرت میکنیم، حرف میزنیم و اینا. بعد این خانومه ظاهرش خودش رو دوستانه دوست نشون میده، ولی وجودش تماما پر از انرژی منفی. ولی یعنی تو یه دقیقه بشینی کنارش، اون همه انرژی منفی رو با تمام سلولات حس میکنی و تو وجودش یه خشونت، یه حسادت، یه اینکه من از تو متنفر هستم که تو اومدی تو کشور ما و من دارم کار میکنم و اون مالیاتی که میدم به تو میرسه و من باید اینقدر کار کنم به خاطر تویی که اومدی تو کشور ما. حالا به قول خودشون بخور بخواب میکنی و سر کار نمیری و من مجبور هستم که تمام برم عین سگ کار بکنم و این مالیات که بدم میرسه به یکی مثل تو. یعنی قشنگ تو چشاش هر دفعه که من با این صحبت میکنم این حس رو دریافت میکنم و واقعا خیلی عجیبه. بچه ها اینجا یه مخصوصا تو منچستر ما یه سازمان هایی داریم به نام سازمان های چریتی که اینا به پناهنده ها کمک میکنن. حالا مثلا براشون کلاس زبان میذارن، کلاس نقاشی میذارن، مثلا روانشناس مجانی میاد میبینتشون، یا مثلا اداره و یا مثل یه سازمان چریتی هست که اگه که تو مشکلی برات پیش بیاد، چون زبانت حالا خوب نیست یا چون نامه‌نگاری نمیتونی بکنی، خیلی از این نظر بهت کمک میکنن. یعنی قشنگ تو نمیدونی این مثلا این کشور، مثلا نمیتونی بگی که این کشور مردمشون همشون خوب هستن یا مردمشون همشون بد هستن. مثل خب دیگه جاهای دیگه هست که هم خوب داره هم بد. خب بچه ها، امروز یک شنبه هست. برای انگلیسی ها روز عشق و حاله. انگلیسی ها یه قانونی دارن. قانونشون اینه که از دوشنبه تا جمعه عین خر کار بکن، شب و یک شنبه عشق و حال بکن. حالا عشق و حالشون میشه با دوستاشون باشه، با خانوادهشون باشه، با هر کسی که باشه. آره، با خانوادهشون باشه. و امروز روز عشق و حال اونا، متاسفانه ما داریم میریم سر کار. آخه چقدر تفاوت. توی این اینستاگرام ما یه عکسی از گلزار دیدیم که چند تا از این عکسای عروسک هایی که ترند شده رو گذاشته بود و نوشته بود سبک زندگیمه. اگه دوست داشتین که من برم توی این مغازه و از اینجا فیلم بگیرم از این عروسک هایی که خیلی ترند شده،
حتما برام کامنت بنویسید. و یکی از جالبیش اینه که هر دفعه که من از این فروشگاه، از این مغازه رد میشم، یه عالمه آدم میبینیم وایستادن تو صف که در این مغازه باز بشه. الان ساعت 10:30 و روز استراحت انگلیسی هاست، ولی ببینید چقدر شلوغه. بچه اینجا دوشنبه ها گلگله میشه و دیوونه میشه. البته هر کسی شلوغ پلوغه، هر کسی داره یه کاری میکنه، یه هنری از خودش نشون میده. و ببینید توی این تایم روز چقدر شلوغه اینجا. اینم فروشگاه مورد علاقه من، گرگ. بچه گرگ میدونی یکی از خوبیاش اینه که اولندش که اینکه ساندویچاش خیلی فرش و تازه هست و مال همون روزه. و یه کار خیلی جالبی کردن به این پیتزا هست که شما متوجه بشید یک تازگی چیا گذاشتن، این بومیچه داشتن و این اطلاعات خیلی مفیده و شما متوجه میشید از این اطلاعات به ساندویچ چقدر می‌سازه. و من عاشق این هستم. دوست دارید بچه ها یه بار اینو بگیرم و اینفورمیشنه که اینفورمیشن داخلش رو نگاه بکنم و ازشون بپرسم دستور پختش رو چجوری درست میشه و براتون ویدیو بذارم، کامنت بکنید. خب ما از اینجا یه دونه آب میوه میخوایم مثل همیشه و امروز میخوام یه چالش انجام بدم، یه دونه چیپس. خب امروز میخوام یه چالش انجام بدم، یه دونه چیپس برمیداریم. خب بچه ها بریم سراغ یه دونه کافی شاپ دیگه که میخوام برم. بچه ها میخوام یه دونه کافی بهتون معرفی کنم. اگر تو حالا تو ایران که نیست، ولی اگر توی کشورهای دیگه هستین و تیم هولتون رو داشته باشین، حتما این کافی که بهتون معرفی میکنم و برید امتحان کنید. مزه بهشتی میده و همیشه هم چقدر شلوغه. استارت. Take it out. Hot drink. French vanilla latte. Medium. و بقیه ماجرا. قیمتش هم 4.19 هست، ولی به یک بار امتحان کردنش میارزه. همیشه شلوغ و غلغله هست. اما بریم یه طرفی که کافیمون اینجا بگیریم. از به تجربه که من 12 سال در این کشور زندگی میکنم اینه که خب اینجا زندگی با خانواده خیلی راحت تره و شما میتونید با شرایطش کنار بیاین. چون خب کسایی که خانواده دارن، شوهر و بچه دارن، بیشتر سرگرمیشون و نصف سرگرمیشون، نصف وقتشون با خانواده و بچه ها و تربیت بچه ها و غذا درست کردن و این چیزا میگذره. ولی برای مجردا زندگی کردن اینجا خیلی سخته. شما دو راه میتونید خودتون رو سرگرم بکنید. اگر که غیر از این باشه به یه فرد افسرده
به راحتی تبدیل میشه، یا اینکه خودتون رو باید با کار کردن زیاد و هر روز سرگرم بکنید، یا اینکه وقتتون رو تقسیم بکنید با کار کردن، وقت گذروندن با دوستاتون، رفتن به پارتی ها و کلاب ها و اینا، یا مثلا ورزش کردن. یعنی بین یک سرگرمی سالم و سرگرمی که ناسالم هست باید یکی رو انتخاب کنید، یا باید با کار کردن، با ورزش کردن، جیم رفتن، وقت گذروندن با دوستان وقتتون رو بگذرونید تو این کشور، یا اینکه با تفریحات ناسالم، اینکه هر پنجشنبه و جمعه ها و اینا برید کلاب و بار و این چیزا و بیشتر وقتتون رو صرف کارهای بیهوده بکنید و سر کار نرید و بیشتر وقتتون با دوستاتون باشه. این دیگه تصمیم با خودتونه که برای آیندهتون چه تصمیمی دارید. بچه ها با من باشین، میخوام عجیب ترین قسمت انگلیس رو بهتون نشون بدم. اصلا باورتون میشه اینجا انگلیسه و این مارکت ها توی انگلیسه؟ باور کن من وقتی که بار اول اومدم فکر کردم شاهچراغ اون بازارچه های قدیمی شاهچراغ و این بریم با هم دیگه نشونتون بدم. داریم میریم بازارچه شاهچراغ. بچه ها باورتون میشه اینجا انگلیسه و یه مارکتی داریم مثل این. یعنی اولین بار که من اومدم اینجا فکر کردم اینجا بازارچه مال پاکستانی ها هم ولی دستیرش نیست. خب بچه ها امروز روز کاری من بود، به خاطر همین نتونستم خیلی براتون از جاهای مختلف و جاهای دیگه براتون ولاگ بگیرم. الانم کار من تموم شده و دارم میرم خونه. مرسی که تو این ولاگ با من بودید. اگر از این ولاگ ها دوست داشتین بگین تا من بیشتر براتون ویدیو بگیرم. مرسی، خدا نگهدار.